آقا ردیف کن ما هم بیایم تو مجلس گلابی بزنیم دیگه. رجایی ها دادیم، ویلاها دادیم، سلو الان مقام عظما و روحانی موانی و خاتمی ماتمی و جنتی لعنتی و تمام این سگ و سیله های امام راحل. جلسه تشخیص مصلحت نظامه، همه علما هم هستن. همه اونایی که میگن ناو میگیریم نمیدونم پهباد میترکونیم و عملیات تروریستی میکنیم و اینا، میخوام بگم این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. خدا خیرتون بده. ظاهرا شما حلال مشکلات همه هستید. بله دیگه، یک عنصر ولایی همیشه حلال مشکلاته، همه چی رو حل میکنه، به خصوص اگه نلوچی باشه میذاره اون لبش راحت میشه حلش کرد. سید حسن نصرالله سوابقتون همین سوابق علمی دانشگاهیتون میفرمایید، درسته؟ بله، تو روح مقام عظما و امام راحل من